این اگر همی ورقه در یادتون گرفت شما بچه جوان که ما استودنت بودیم یک آدمی عینکدار آمده بود ورق شاخه گرفته نشان داده بود که همین جمهوری تاجیکستان 1% اینو بید 1% اینو ورق دیده اینو 1% حدود دولت ساسانیان است و اگر با دولت از همه خوبی نزدیکی ما دولت سامانیان که ما تاجیکا با افتخار داره همین جمهوری تاجیکستان 4.38% حدود دولت سامانیان است. اینقدر اگر این دولت سامانیان باشه این حدود جمهوری تاجیکستان اینش نیست تمام رفت فهمون؟ ولی اگر اینجا دانشگاه برای فنی است بیرد من اگر این مرقه دو تا کنیم میشه چند؟ 50%. این خیلی کنیم چند شد؟ 25. این خیلی چی؟ 12. این خیلی چی؟ 6. این قدر چی؟ این تاجیکستان هم قدری سامانیان است در مقایسه بود. این منبر این با زبان تاجیکی با مخیر جرأت بلند من گپ زده شدم چون هیچ گپ نخیر گپ زده شده است اما برای انامی رو صاحب شدن برای همین حقوق رو صاحب شدن هزاران نفر کشته شده است هزاران نفر زیایی ترکی مغزهای ملت کشته شده است شما همین حکم قتل نصرت الله مقصود من در صحیفه فیسبوکی خودم موندم یک بار گفته بینید اساس بند 3 این میخواست زبان تاجیکی دولتی شود کشته شود این برای که نصرت الله مقصود میخواست به تاجیکی گپ زند کشتنش در بند 5 اساس این میخواست دولتی تاجیکستان مستقل شود حکم قتل داده شود یعنی برای انمی در آدما کشته شدن برای که نمی حقوقی در منبر با زبان مادریش گپ زدن به دست بیارد بنابراین اگر این خیلی نگاه کنه حتما با احساسات نگاه میکنه من همی بالای منبر که بر اومدم حتما پیش رو میگه که همی برای انمی کار برای همی حقوق چقدر کشته شدن یواز ما در همین دانشگاه شیرین شاه تیمور قرار داریم بینید همین استاد بزرگ ملت ما شیرین شاه تیمور برای این همین 1% رو از دست بیگانه ها کشیده گرفته دولت کردن کشته شده است و شیرین شاه تیمور بزرگیش در چی است که یک جوانی من برابر شما تماما جوان وقتی که رئیسی ولایت بدخشان شد 23 ساله بود این رجه ممکن همه این طالب 23 ساله 25 ساله شد بگید یک جوانی تاجیک انمی وطن رو از دهانی مو ایمپریا و از دهانی حرکت های پانتورکیستی کنده گرفته این ساختن برای همین کشته شد برای همین گناهش از این رو ما میگم وقتی که ما درباره تاجیکستان گپ میزنیم درباره حفظ اون گپ میزنیم اون تاریخ فاجعه‌ای اون سرنوشتی شیرین شاه تیمور نصرت الله مقصود پیش رو میره و اگر با همین زبان ما فیلسوف بگیم همین منبر مقدس است برای ما چون برای همینجا در آمده گپ زدن نسل به نسل ملت کشته شده است و بینید ما در اینجا گپ میزنیم چی پیشوای ملت ما رفته در منبر سازمان ملل متحد به زبان تاجیکی گپ میزنند همین آرمان 1000 ساله ملت است این آرمان شیرین شاه تیمور آرمان استاد عینی آرمان نصرت الله مقصود گویا که همون رفته در منبر اخیر گپ زدن اگر همین خیلی نگاه کنه
دیگه خیلی عادی نگاه نمیکنیم. این میوازی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ایتالیا در شهر روم گپ زده شده 100 سال پیش اگر شما میگفته که تاجیکان دولتی مستقل دارند، راهبر دارند، میروند در ایتالیا گپ بزنند، در سازمان ملل گپ بزنند، میگفتن این دیوانه است. این دیوانه است که تاجیک دولت نداشته است. ولی امروز ما میرو داریم. انا برای همین تاجیکستان این بزرگترین یادگاری ما، آخرین یادگاری ما، آخرین جزیره ما، آخرین شانس ما که در اینجا همین باقی مانده 1% این ملت و دولت رو همچون این گیاهای کمیافت هست، حیوانات نادر از در کتاب سرخ می‌دارند که دیگر موجود نشود. این مثلا از این نظر ما گفتیم که وقتی میگیم حفظ وطن، حفظ دولت، در اون منفعت هر یکی ما هستم که حساس نگاه میکنیم، چون که ما یک ملتی هستیم که سرنوشتی بسیار فاجعه‌ای داشتیم، بسیار فاجعه‌ای. کسی که تاریخ خلق تاجیک با چشم خرد خواند، فقط خون، فقط ظلم، فقط محرومی، فقط زنجیر، فقط اسارت، یعنی تاریخ ما پر از این است. ما ملتی هستیم که در طول این 100 سالهای اخیر حدود حاکمیت سیاسی ما 100 برابر کم شده است. شما تصور کنید 100 برابر. این همین جمهوری تاجیکستان وطنی که امروز ما داریم همگی 1% حدود دولت هخامنشی است. این ما افتخار میکنیم که ما دولت داشتیم، امپرای بزرگ داشتیم، کروش کبیر داشتیم، هخامنشی ها بود، ساسانیون بود، سامانیون بود، همی بودن نیست. ما درباره چیزایی گپ بزنیم که دیگر نیست. اگر چینی ها درباره چین گپ بزنن 1000 سال پیش هم کلانتر شده است در عرض. روسا درباره روسیه گپ بزنن 100 سال ها هم خیلی است با کلانتر شده است. ما درباره دولت های گپ بزنیم که دیگر نیست. و همین حدود جمهوری تاجیکستان همگی 1.5% حدود دولت ساسانیان است. این اگر همین ورقه در یادتون گیره، شما بچه های جوان گیره که ما استودنت بیدیم یک آدم عینکدار آمده بود، ورق شرخ گرفته نشان داده بود که همین جمهوری تاجیکستان 1% اینو بیده، 1%. اینو ورق دیده؟ اینو 1% حدود دولت ساسانیان است. و اگر با دولت از همه خوبی نزدیکی ما دولت سامانیان که ما تاجیکا با افتخار داره، همین جمهوری تاجیکستان 4.38% حدود دولت سامانیان است. اینقدر اگر این دولت سامانیان باشه، این حدود جمهوری تاجیکستان. اینش نیست. تمام رفت. فهمون؟ ولی اگر اینجا دانشگاهی برای فنی است بینید من اگر این مرقه 2 تا کلیم میشه چند؟ 50%. این کلیم چند شد؟ 25. این چی؟ 12. این چی؟ 6. این قدر چی؟ این تاجیکستان هم قدری سامانیان است در مقایسه بود. فهمون؟ چرا خیلی؟ چونکه بیان شما ند اوز از استادای برای شاگردان سوال چه بیان شما ند. خب بینید پس جمهوری تاجیکستان همگی 1% جغرافیای تاریخی ما است. همگی 1%. از همین رو میگیم که این آخرین جزیره است که در دست ما مانده است. این آخرین شانس است که شانس بده وقت نگیم شانس بده. این آخرین شانس است که تاجیکان دارند برای باقی ماندن.
این آخرین جایی است که همین ملت تاجیک خودش رو، زبانش رو، فرهنگش رو، ارزشش رو، منفعتش رو حمایت کرده میتواند. این آخرین جایی است که شما که پاک و مانده در روی زمین همچون صاحبی وطن ایستاده میتونید. فما برای همین این دیگر مسئله حفظ تاجیکستان مسئله سیاسی فرهنگی ارزشی نیست. این مسئله حیات و ممات این ملت است. این مسئله بود و نبود این ملت است. یعنی اگر همین 1% آخرین هم از دست روند دیگر ما جای نداریم که در اونجا همچون ملت باقی مانیم. انا برای میگیم که حفظ جمهوری تاجیکستان همچون دولت و حفظ ملت تاجیک همچون ملت امروز با هم برابر است. یعنی تزیس اساسیتی نه.